بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الخارج إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. عرض سلام محضر شما دوستان حاضر و همچنین دوستانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم عرض سلام و ادب و احترام داریم. عید اضحی که گذشت و همچنین عید الله الاکبر، عید قدیر، عید ولایت و امامت رو هم که در پیش داریم رو محضر یکایک شما دوستان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. آخرین بحثی رو که در رابطه با بحث تجزیه در احتیاط قرار بود مطرح کنیم، بحث منصب قضا بود برای مجتهد متجزی که آیا همان گونه که منصب قضا برای مجتهد مطلق از سوی شارع مقدس جعل شده است که در اصل غیبت این منصب برای ولی هست و مجتهد جامع الشرائع است، آیا این منصب برای مجتهد متجزی هم جعل شده است یا خیر؟ جلسه گذشته به اختصار عرض کردیم چند مطلب رو باید بررسی کنیم. یکی تعریف قضا بود که جلسه گذشته عرض کردیم. نکته دوم انواع قضا هست. ما در فقه اسلامی دو جور قضا داریم، یا بفرمایید دو جور قاضی داریم. یک قاضی منصوب بهش میگن با صاد. یک قاضی هم قاضی تحکیم داریم. پس قاضی بر دو نوع هست، قاضی منصوب و گاهی اوقات هم بهش قاضی مأذون هم میگن و قاضی تحکیم. قاضی منصوب اون قاضی که گفته می شود که از طرف امام معصوم علیه الصلاة و علیه السلام به این مقام و منصب نصب شده باشد. چون شما می دانید که اصل اولیه آن است که کسی حقی بر کسی نداشته باشه مگر مواردی که دلیل خاص داشته باشه. خب این منصب قضاوت از سوی خداوند انبیا از جمله نبی مکرم اسلام داده شد. آیاتی که داریم وحکم بین الناس بالعدل و روایات، بله، از طرف شارع مقدس یعنی خداوند متعال به رسول اکرم و از طرف رسول اکرم به ائمه معصومین و از ناحیه ائمه معصومین به فقیه جامع الشرائع این منصب
اعطا شده. به این قاضی میگیم قاضی منصوب. اما قاضی تحکیم قاضی است که از دو طرف دعوا انتخاب میشه تا میان این دو طرف دعوا قضاوت و حکم کنن. بله، زید و عمرو نسبت به یک مسئله با همدیگر اختلاف دارن، بعد برای حل خصومت میگن ما میریم بکر رو میاریم، دو طرف طرح دعوا میکنن، بعد میگن هر حکمی را که این آقای خالد انجام داده ما دو نفر میپذیریم. به این قاضی میگن قاضی بفرمایید تحکیم. پس قاضی منصوب و قاضی تحکیم. حالا بحث در این است که آیا همونطوری که فقیه جامع الشرائط بله منصب قضاوت برای او جعل شده است، آیا برای مجتهد متجزی هم این منصب از سوی شارع جعل شده است یا خیر؟ اما پیش از این که پاسخ این سوال رو بدیم، اون بحث سوم را که جلسه گذشته وعده دادیم باید بررسی بکنیم و آن این است که آیا بین قضاوت و فتوا فرق هست یا بین قضاوت و فتوا فرقی نیست؟ پاسخ فی الجمله این که بله فرق هست. فرق است بین منصب قضاوت و بین منصب بفرمایید فتوا. گاهی اوقات از قضا تعبیر به حکمم میکنن، یعنی بین مقام حکم و بین مقام فتوا چیه؟ فرق هست. من چند تا فرقی را که متفق علیه هست رو خدمت شما عرض میکنم. فرق اول این است که القضاء انشاء حکم علی الافراد الشخصیه و الفتوا اخبار عن حکم ظاهر بالاحکام الکلیه. فرق اول این است که قضاوت انشاء حکمه ولی فتوا چیه؟ اخبار از حکمه. با این تفاوت که قاضی انشای حکم می کند برای افراد معین و احکام شخصیه، یعنی حکمی که قاضی میکنه برای همه افراد جامعه نیست. از کردم گاهی اوقات مدعی و مدعا علیه هستن، اینا میرن محکمه، قاضی حرف مدعی رو میشنوه، حرف مدعا علیه رو هم میشنوه، بعد در پایان حکم میکند یا به نفع مدعی یا به نفع مدعا علیه. دقت کردید؟ پس داره انشاء چی میکنه؟ حکم میکند برای رفع خصومت و دعوا. اما جناب مجتهد انشاء حکم نمیکنه، بلکه داره خبر میدهد از حکم الله کلی، از حکم الله کلی. یعنی وقتی منابع رو بررسی میکنه بعد میگه نظر شارع مقدس این است. مثلا آیا در عصر غیبت نماز جمعه واجب هست یا واجب نیست؟ بعد از فحص از منابع احکام بله میاد
خبر میدهد از چی؟ از یک حکم کلی که نماز جمعه واجب هست یا نماز جمعه بفرماد واجب نیست. روشن شد آقا جان؟ پس فرق اول این است که قضاوت انشاء حکم است ولی فتوا اخبار از حکم. منتها در قضاوت انشاء حکم شخصیه، اما در فتوا اخباری از حکم کلی هست، اختصاص به شخص خاص ندارد. این خدمتتون عرض کنم که فرق اول. البته اینی که ما میگیم فتوا اخبار از حکم است اعم از حکم وضعی و حکم تکلیفیه. بله، گاهی اوقات مجتهد فتوا که میدهد فتوای او حکم چیه؟ وضعیه. مثلا میگه فلان معامله صحیحه یا فلان معامله باطله، این میشه حکم وضعی. اما گاهی اوقات محصول حکم و فتوا حکم چیه؟ تکلیفیه. فلان عمل حلال است یا فلان عمل چیه؟ بفرمایید حرام میبوده باشد. مثلا میفرماید که وقتی که انگور بجوشد دو ثلثش هنوز نرود نجس است و خوردنش چیه؟ حرام میباشد. این داره حکم تکلیفی رو بیان میکند. این فرق اول. فرق دومی که داریم این است، یادداشت بفرمایید. القضاء ینقضی علی الالزام بالحکم الذی یصدره القاضی والفتوا لا ینطبق علی الالزام. فرق دوم این است که قضاوت مشتمل بر ملزم کردن شخص به حکمی است که قاضی صادر کرده است، ولی فتوا مشتمل بر الزام نیست. ببینید، مجتهد میگوید فلان عمل چیه؟ واجبه. بله، نماز جمعه در عصر غیبت چیه؟ واجبه. این الان یه الزام تکلیفیه. اما اگر کسی ترک کرده این رو مجازات میکنن؟ بله؟ نه. بله، مواردی که دلیل خاص داشته باشه، مثل کسی که ماه مبارک رمضان بیاد علنی روزه بخوره، اون به خاطر دلیل خاصه. مجتهد فقط اخبار از حکم کلی الهی میدهد، الزام نیست. ولکن در باب قضاوت چیه؟ الزامه. یعنی دو نفر وقتی با هم دعوا دارن، قاضی حکم میکند این خانه مال زید است، نه برای امر، یعنی بر امر لازم است این حکم قاضی رو جا کند، ملتزم بشه، یعنی خانه رو تحویل زید بده. اینطور نیست که بگیم که حالا قاضی چیزی گفت دیگه. نه، وقتی قاضی حکمی را صادر کرده است، قبول حکمش بر طرفین دعوا و خصومت لازم می بوده باشد، اما در فتوا چنین نیست. اینم فرق دوم. سلام علیکم استاد، حاصل نباشید. متشکریم از این بشه. استاد این که در مورد فرق اولش، یعنی اینکه این شای حکم هست در چیز در قضاوت، خب این شای اعتباری در هر دو جای، یعنی انشاء در تعریف بجنید ایجاد حکم، درسته؟ میگه این حکم با این باید باشد. دقت کنید، میگه این ملک فلان است، ملک فلانی
نیست. و اینکه انشاء یعنی معناش اینه که انشاء یعنی ایجاد دیگه. بله بله بله. پس نگاه کنید استاد، در منصب قضاوت و در فتوا هر دو استدلال از دلیل دیگه، درست استاد؟ چه فرقی داره؟ اونجا هم انشاء داره دیگه استاد؟ نه در انشاء ببینید خدمت عرض کنم ادله مشخصه، جناب قاضی میاد معین میکند که این حکم مشخص برای زید اجرا بشه یا برای عمرو. عنایت فرمودید. اما مجتهد میره دنبال ادله میگرده، میخواد حکم شرعی رو استخراج بکنه، بعد از استخراج اخبار میده. اما در باب قضاوت حکم از قبل مشخصه، این میاد تطبیقش میکنه، میگه این برای این زید هست برای عمرو نیست. اما فرق سوم، اینم یادداشت بفرمایید خوبه. فرق سوم، القضاء نافذ علی الجمیع والفتوا معتبرة فی حق المقلدین للمجتهد فقط. ببینید فرق سوم اینه که حکم قاضی نافذ است برای همه، حتی عنایت کنید حتی بر کسی که از نظر استنباط و اجتهاد بگه این حکم قاضی را من از نظر اجتهاد قبول ندارم. نه، حکم قاضی نافذ است بر همه، اما فتوای مجتهد بر کی نافذه؟ فقط بر مقلدینش. دقت کردید؟ لذا یک آقا میاد فتوا میده در عصر غیبت احتیاط واجب آن است که بعد از نماز جمعه نماز ظهر هم خوانده بشه، اما یک مجتهدی دیگر میگه نه، همون نماز جمعه کافی میباشه. حالا کسانی که مقلد مجتهد اول هستند بر اونها لازم است که بعد از نماز جمعه احتیاطاً نماز ظهر هم بخوانند، اما بر مقلدین سایر مجتهدین عمل به فتوای این مجتهد لازم نیست. دقت کردید؟ یعنی در دایره نفوذ قضا و فتواست. حکم قضا واجب بفهمید علی الجمیع، یعنی اون کسی که محکوم میشه به خاطر حکم قاضی، آیا در مسئله قضاوت و نحوه قضاوت نظرش با قاضی یکی میخواد باشه یا یکی نباشه؟ حکم قاضی نافذ است بر همه، اما به خلاف فتوای مجتهد فقط در حق مقلدینشون نافذه، در حق دیگران نافذ نمی باشد. اینم فرق سوم. اما فرق جانم اگر مجتهد اعلم باشد باشه، نه حکم قاضی نافذ است حتی بر اون مجتهدی که علم باشه، چون ایشون الان تو منصب چی نشسته؟ قضاوت نشسته است. اما فرق دیگری که برای قضاوت و فتوا ذکر شده است، یادداشت بفرمایید. یصدر الحکم فی القضا بعد ملاحظة القاضی
لدعوى المدعی و تصدر الفتوى بعد مراجعة المفتي لمصادر الاستنباط. اگر یک عنوان برای فرق چهارم میخواد بگذاریم یادداشت بفرمایید: تفاوت در روش. تفاوت در روشه. ببین روش قاضی در انشاء حکم چیه؟ قاضی میخواد حکمی صادر بکنه، این صدور حکمش مبتنی بر چیه؟ حرف مدعی رو بشنوه، حرف مدعا علی رو هم بشنود، بعد میاد حکم رو انشاء میکنه. درست شد؟ اما روش صدور فتوا چیه؟ روش صدور فتوا مراجعه میکند به منابع، آیات، روایات، عقل، اجماع، اینا رو میبینه، مجموع ملاحظات خودش رو جمع‌بندی میکنه، اون وقت حکم شرعی رو بفرمایید استنباط میکنه. پس در روش صدور حکمم بین قضا و بین فتوا تفاوت وجود داره. اون روشش یه روش خاصه، فتوا روش خاصه دیگره، خود به تعبیری منهج. بله، منهج قضا با منهج فتوا با هم متفاوت می باشد. این لب تفاوت هایی که بین بحث قضا و بحث فتوا وجود دارد. اما انما جانم در فتوا حکم به نحو قضایای حقیقی هست ولی در قضا به نحو شخصی هست. این هم میشه که البته آقایون تبدیل همون که ما اول گفتیم شخصیه و کلی، هم فرق اولی که گفتیم دقت فرمودید. قضا مباحث خارجی است، به نحو قضیه خارجی است، یعنی مدعی مدعا علیه مراجعه میکنند، اداره چهار میکنه فتوا. اما اون به نحو قضیه حقیقیه کلی است، چون همون بحثی گفتیم که انشای حکم برای افراد اما در فتوا برای عموم می باشد. این فرقی چو پنجم این که فرمودید در دل اون فرق قبلی وجود دارد. خب این خلاصه ای بودی که وقتی ما میخوایم بحث بکنیم تفاوت بین فتوا و بین قضاوت رو هم بدونیم. خب ما در بحث قبلی اگر یادتون باشه گفتیم مجتهد متجزی، بله، مجتهد متجزی اگر استنباط کرده میتونه به فتوای خودش عمل بکنه. حتی به این نتیجه هم رسیدیم که دیگران هم میتوانند به فتوای او عمل بکنند. حتی به تعبیر برخی از بزرگان در صورتی که مجتهد متجزی اعلم باشه نه تنها تقلیدش جایزه بلکه تعین هم دارد. اما میرسیم به مسئله ای که آیا مجتهد متجزی منصب قضا دارد یا منصب قضا ندارد. دقت فرمودید؟ یک مقدمه کوتاهی من عرض بکنم تا پاسخ این سوال رو بدیم. و آن مقدمه این است که در باب، این یادداشت بفرمایید، در باب شرایط قاضی از جمله شروط علم است و مراد از علم قاضی اجتهاد است. و برای اعتبار علم و اجتهاد قاضی
هم آیات دلالت میکند و هم روایات. بله، مثلا قاضی مرد باشه، عادل باشه، چی باشه، بالغ باشه. از جمله میگن قاضی باید عالم باشد. عالم یعنی مجتهد بوده باشه. بدون علم و آگاهی به احکام الهی حق این که قضاوت بکند بفرمایید نداره. این آیه را یادداشت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. عنایت کنید. میگه اگر کسی طبق ما انزل الله حکم نکند، این قاضی چیه؟ فاسقه. خب کی طبق ما انزل الله حکم میشه؟ عالم به حکم الهی باشد، مجتهد به حکم الهی باشد. اینجاست که حکمش حکم به ما انزل الله می شود. پس بنابراین طبق این آیه شریفه علم به احکام الهی شرط قضاوته. پس بنابراین اگر کسی عالم به احکام الله نباشد، سالبه منتفی به انتفاع موضوع است، یعنی او اصلا حق قضاوت بفرمایید ندارد. روایات که الی ماشاء الله است. فقط یک نمونه من عرض بکنم. امام صادق علیه السلام غزات رو 4 دسته می کند. بله، غزات رو 4 دسته می کند. بعد می فرماید 3 دسته اهل نارن، فقط 1 دسته اهل نجات هستند. اون اهل نجات رو یادداشت بفرمایید. غزات اهل نجات فرمود کسی که حکم می کند در حالی که علم به حکم الهی دارد. بله، حکم می کند در حالی که اطلاع و آگاهی به حکم دارد. پس بنابراین شرط نافذ بودن حکم قاضی چیه؟ بفرمایید علم به احکام الهی است. نتیجه میخوام بگیریم، این نتیجه رو یادداشت کنید. پس علم قاضی در حکم مورد اجماع و اتفاق فقهاست. یعنی قاضی باید مجتهد باشد، عالم به حکم باشد. در این مسئله اختلافی وجود ندارد. مهم اینجاست، دعوا از اینجا شروع میشه. انما الکلام و النزاع در نوع علم و اجتهاد قاضی است. در نوع علم و اجتهاد قاضی است که بین علما اختلاف است. در مجموع چند نظر وجود دارد. 1، شهید ثانی صاحب ریاض مرحوم آشتیانی و بسیاری از فقها معتقدند قاضی باید مجتهد مطلق باشد.
قاضی باید مجتهد بفرمایید مطلق باشه. میگه مگر نمیگیم علم قاضی شرط است در نفوذ حکم او؟ ما هر علم نمیگیم، هر عالمی نمیگیم، بله کسی که مجتهد مطلق باشد از طرف معصوم منسوب به قضاوت شده است، اما کسی که مجتهد مطلق نباشد منسوب به قضاوت نیست. این نظر این بزرگوارها. قول دوم مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه و برخی از متأخرین معتقد است که آنچه از کتاب و سنت استفاده می شود آن است که قضاوت قاضی باید بر اساس علم و آگاهی باشد. اعم از این که میخواهد علم و آگاهی به همه ابواب فقه داشته باشد یا فقط در خصوص باب قضاوت داشته باشه. اینات میفرمایید؟ ایشون بعدا توضیح میدیم. استاد باشه بین این دو نظریه میشه جمع کرد؟ چطور؟ درسته اون خصوص مطلقه دیگه، درسته؟ نه، اونا وقتی میگه مجتهد مطلق باشد میگه مجتهد متجزی اصلا حق نشستن منصب قضاوت رو ندارد. یعنی اگر قضاوتم بکنه حکمش نافذ نیست. هنوز ما ادله نخوندیم، فقط داریم اقوال میگیم. اجازه بفرمایید. پس قول اول این است که قاضی باید مجتهد مطلق باشد. مربوط به همین اقوال استاد. عرض میکنم من دارم فعلا اقوال رو میشمارم، بعد ادله اقوال رو هم بیان میکنیم، در پایان ببینیم که کدام یک از این اقوال درسته. پس قول اول این که قاضی باید مجتهد مطلق باشد. قول دوم که قول صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه است، ایشون میفرماد که نه، علاوه بر مجتهد مطلق مجتهد متجزی هم بفرمایید میتواند قاضی باشد. حتی حالا من میترسم یه حتی رو بگم، حتی رو یادداشت کنم، حتی صاحب جواهر میفرماید اگر مقلدی از طریق تقلید عالم به احکام قضا باشد میتواند قضاوت کند. زیرا هیچ کدام از نصوص در قضاوت اجتهاد را شرط نمی‌داند، بلکه بفرمایید علم و آگاهی به احکام قضاوت رو شرط می‌داند. خب میگه اگه یک مقلدی، ببین بعضی مقلدین خیلی اهل مطالعه هستن، رساله رو گاهی خواد میگه 10 بار من این رساله رو من البت به الالخط
خوندم و تمام اینها الان تو ذهنم هست، صفحه شما حتی میدونم. میگه اگه یک مقلدی باشه تمام فتوای مرجع تقلید خودش رو در باب قضاوت بداند و هم میتونه قضاوت کنه. این فرمایش مرحوم صاحب جواهره. پس ایشون میگه آقا مجتهد مطلق میتواند قاضی باشد، مجتهد متجزی هم بفرمایید میتواند خدمت ارز کنیم که قاضی باشد. عرض میکنم شیخونا شما مثل که شوخی بکنم نه 6 ماه دنیا آمدی، ما فعلا داریم ان نقالو کل بقاله، من دارم فقط نقل اقوال میکنم، هنوز به ادله این آقایون نرسیدم. انشاءالله به نقل ادله برسیم چشم در خدمت شما بزرگواران هستیم. این قول دوم. قول سوم قول مرحوم حضرت امام در تحریر الوسیله است. این عبارتشو من تقدیم میکنم. تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 513 و 514. خواهش میکنم این متن رو آرام آرام میگم یادداشت بفرمایید. فی عصر غیبت ولی الامر، فی عصر غیبت ولی الامر و سلطان العصر ارواحنا له الفدا، یقوم نوابه العامه، یقوم نوابه العامه و هم الفقها. خب عبارت ها رو دقت کنید. و هم الفقها الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء. نواب عام کیا هستن؟ هم الفقها الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء مقامه علیه السلام. این مقامه مفعول و یقوموست. یقوم نوابه العامه مقامه علیه السلام فی اجراء السیاسات و سائر ما للامام علیه السلام. فی اجراء السیاسات و سائر ما للامام. از این ذیل کلام امام همون بحث ولایت مطلقه فقیه استفاده میشه. یعنی همه مقاماتی که برای امام معصوم است برای مجتهد جامع الشرایط هم هست. الا البداءة بالجهاد، الا البداءة مگر جهاد ابتدایی او فقط مختص به امام معصومه. بله مجتهد جامع شرایط حق دادن جهاد ابتدایی رو نداره. پس تا اینجا نظر حضرت امام با قول اول یکیه، یعنی قاضی کی باید باشه؟ مجتهد مطلق باشد. ادامه دید و لیس للمتجزی شیء من الامور المتقدمه و لیس للمتجزی شیء من الامور المتقدمه فحاله حال العامی فی ذالک علی الاحوط. علی الاحوط احوط وجوبیه.
پس امام رحمه الله این تفاوتش با قول اول اینو، اونا صریحا گفتن که قاضی باید مجتهد جامع الشرایط، مجتهد مطلق باشد. اما امام میفهمد بنابر احتیاط واجب مجتهد متجزی نمیتواند بفرماد قاضی. صریحا فتوا نمیده. ببینید هر وقت میبینی یه فقیهی داره احتیاط واجب میگه، پس معلوم میگه یک دلیلی هست که ذهنشو قلقلک میده که شاید مجتهد متجزی هم بتونه قاضی بشه. ایشون وقتی همه ادله را کنار هم میگذاره میگه من مثل قول اول نمیتونم صریحا بگویم فقط مجتهد مطلق، نه مجتهد مطلق بله، اما مجتهد متجزی بنابر احتیاط واجب نمیتواند قاضی باشه. یه نعم داره زیر جالبه. نعم لو فقد الفقیه والمجتهد المطلق لا یبعد جواز تصدیه، ضمیر تصدیه به متجزی برمیگردد. لو فقد الفقیه والمجتهد المطلق لا یبعد جواز تصدیه للقضاء اذا کان مجتهدا فی بابه. اذا کان مجتهدا، اگر این مجتهد متجزی در باب قضا مجتهد باشه، در صورتی که مجتهد مطلق نباشد بعید نیست که بگیم مجتهد متجزی هم میتواند به منصب قضاوت کنه. و کذا فتوای دیگر میده و کذا هو یعنی مجتهد متجزی. یادتون هست صاحب جواهر چی گفت؟ و حتی مقلدی که آگاهی به فتوا داشته باشد میتواند قاضی باشد. امام میخواد اینجا ردش بکنه حرف صاحب جواهر را. و کذا هو مقدم علی سائر العدول. مجتهد متجزی در صورتی که مجتهد مطلق نباشه، امر دائر باشه بین مجتهد متجزی و عدول مؤمنین، نه میفرماد مجتهد متجزی چیه؟ مقدم میباشد. برخلاف مرحوم صاحب جواهر ایشون میفرمود که نه خدمت عرض کنم که مقلدی که علم به فتوا داشته باشه، بله، با اینکه فتوا رو خودش استنباط نکرده همین آگاهی داشته باشه، میتواند اون قانون رو چا کنه؟ اجرا کنه. اما حضرت امام میفرماد در صورتی که مجتهد مطلق نباشد، مجتهد متجزی مقدم است بر بفرمایید عدول مؤمنین. این اقوال در مسئله. چی رو؟ نه، پس در این که شرایط قضاوت رو داره. گفتیم از جمله شرایط قضاوت چیه؟ اجتهاده. دقت کردید؟ صاحب جواهر میگه نه، از جمله شرایط قضاوت اجتهاد نیست، علم است. حالا این عالم میتونه مجتهد مطلق باشد، میتواند مجتهد متجزی باشد، حتی میتواند مقلد آگاه هم باشد. دقت فرمودید؟ این فقط میخواد که در کنار قول اول که گفتن که قاضی فقط و فقط باید مجتهد مطلق باشه، جناب صاحب جواهر میگه ما این انحصار رو قبول نداریم. نه، مجتهد متجزی هم میتواند به منصب قضاوت بنشینه.
و علاوه بر اون مقلد آگاه هم میتونه. امام تا یه اندازه با قول اول موافقه، میگه تا زمانی که مجتهد مطلق است نوبت به مجتهد متجزی نمیرسد. اما اگر مجتهد مطلق نستجیر بالله نیارد اون روزی که زمانی بر ما بیاد در عالم اسلام مجتهد مطلق نباشد، ما همیشه دعا میکنیم کسر الله اعدادهم ان شاء الله، در هر بلاد ان شاء الله چند تا مجتهد مطلق باشد. اگر خدای نکرده نباشد، نه مجتهد متجزی میتواند قاضی باشد، حتی تقدم دارد بر مقلد آگاه. هذا تمام الکلام در رابطه با اقوال. ان شاء الله اگر خدا عمر بده فردا میریم سراغ ادله. مد دلیل علی ذالک، اونایی که میگن فقط مجتهد مطلق دلیلشون چیه و آیا دلیلشون مورد قبول هست یا نیست. دقت کردید؟ یه نیم نگاهی هم دوستان اون بحث اجتهاد رو هم ما مطرح میکردیم. یه عده میگفتن که تجزیه در اجتهاد استحاله داره، ما یا مجتهد مطلق یا نیست، اصلا یه امر سوم به عنوان مجتهد متجزی نداریم. یکی از اقوال همین بود دیگه. یه نگاهی به بحث‌های گذشتن داشته باشید، اینجا کمک میکنه که آیا منصب قضاوت از آیات و روایات استفاده میشود منحصر به مجتهد مطلق است یا از آیات و روایات این انحصار استفاده نمیشد. مهم در همین کلمه است، یعنی دوستانی که انشاءالله امشب مطالعه میکنن روی کلمه انحصار. به این صاحب جواهر این که قاضی میتواند مجتهد مطلق باشه دعوا نداره، میگه بله، اما سخن در این است که فقط مجتهد مطلق یا نه کنار مجتهد مطلق دیگران هم میتونن به منصب قضا. آیا شما از جمله کسانی مدافع انحصارید یا نه مدافع انحصار نیستید؟ میگه من از ادله انحصار نمیفهمم، بلکه تعمیم استفاده میشه. دقت کردید؟ اونی که استفاده میکنن این که قاضی باید عالم باشد به حکم. حالا این عالم میخواد مجتهد مطلق باشد یا مجتهد متجزی باشه. و اون تفسیری که حضرت امام داده ببینیم آیا از ادله این تفسیر استفاده میشه یا این تفسیر استفاده نمیشه. انشاءالله میخونیم. دو تا روایت هم در مسئله بیشتر نیست. ببینید این تفسیری که امام داده اگر مجتهد مطلق نباشد نوبت به متجزی میرسد، آیا از لسان ادله این تفصیل استفاده میشه یا این تفصیل استفاده نمیشه. انشاءالله اصل ادله و تفصیل و تفسیر ادله اگر خدای متعال عمر بده برای فردا. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.